جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه در روز قیامت از زنها یکمین زنی که داخل جنت میشه این زن یک 10 مرده هست. یک مردی 10 مرده بوده، زنش بسیار زنی با ایمان و صالحه خوب، چقدر شوهر احترام میکرده، دوست میداشته، حرمت میکرده. وقتی که این شوهر میگه روزانه از خانه بیرون میشده، همراهی اون مالهاش 10 مردگی میرفته، این زن تا بیگاه میگه در حولی خانه، یعنی در اون افتابی می نشسته است. میگه شوهر من در اون کوه، در اون گرمی ها، در گرمی گرده من در سایگی نمیفته. این زن تا آمدن شوهر چیکار میکرده؟ در حولی در بین خانه می نشسته. و وقتی که بیگاه شوهر یعنی از 10 مردگی می آمده، این زن دوباره سر و بدن این شوهرش پاکیزه میکرده، پایهاش می مالیده و طعام میخورانده. و وقتی خواب کردن با این زن از شوهر میپرسیده، میگه از من یگان حاجت داری، یگان خدمتت کنم؟ این شوهر میگه یگان حاجت ندارم، شب پرست خواب میرم. بعد از اون این زن میگه حتی با ایزارش بدر میکرده، بعد خواب میرفته که یک شب شلپر است، افکار است، یک خواهش آمد کشاکش نکنه زورش بیاید. سطحی پیمان پیدا گفتن یکمین زنی که داخل جنت میشه همین زن است. از روی احترام شوهرش، از روی احترام شوهرش یکمین زن گفتن داخل همین است. البته زنها باید احترام کنند، جوانها را باید زنهاشون دوست دارند. نسبت به زن باید، متاسفانه امروز اکثر جوانهای ما فکر میکنه که زن باید غلامی اونها باشه، کنیزشون باشه. چنین نیست برادر بزرگواری من. زن حقی زیاد داره بالای شوهرش. اکنون متاسفانه اکثر زنهای ما از علم شریعت خبردار نیستند. نباشه زن وقتی کودک تولد کرد حق داره که کودک شیر ندیه، بگه برای کودک شیرتی بیار، یا اینکه برای کودک نگهبان بیار. زن حق داره که لباسات نشویه، زن حق داره که طعامت نکنه. اما از روی احترام و از روی حرمت و از روی ایمانداریش این همه وزبینی ها را به گردن میگیره زن. و این خاطر باید ما هم باشه زنها را احترام کنیم، زنها را دوست داریم. زنها بهترین رفیق حیات ما هستند. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میپرسند، میگن یا رسول الله از همه زیادتر شما در دنیا چی را دوست می‌داره؟ حضرت گفتن المرأة و طیب. تن از همه زیادتر یکم زن دوست می‌دارم، بعد از اون خوشبویی را. در اصل این دو چیز انسان راحت میبخشه، هم زنش هم خوشبوییش. و این خاطر ما هم باشیم نسبت به زنها بی‌پروا باشیم، دوست داریم. البته بعضی زنهای بی ایمان و یعنی زنهای بدی هستن که نسبت به شوهرهاشون به احترامی میکنن. اینجا برادر گفته که حتی دشنام دیه. دشنام ها، بعضی دشنام ها کفر هستن. مثلا بعضی انسان در دهان دشنام میکنه، بعضی انسان در چشم، در بینی، یعنی از گردن بالا دشنام میکنه. اینها را اکثر فقها کفر گفتن. اگر زن در این اعضاها یعنی دشنام داد، بعضی از فقها میگن باید طلاق میشه، باید کافر. وقتی کافر میشه طلاق میشه، نکاح بریده میشه و جدا میشه. البته این نوع دشنام ها خیلی گناه بزرگ است. باید انسان خیلی خودداری کنه از این نوع دشنام ها.